علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالش دیگه از به این معنا که آیا برای یک مرد مسلمان و موحد جایز است اینکه همیشه زنش را تهدید به کلمه طلاق بکند؟ به این معنا که همیشه همین کلمه را استفاده بکند که فلان کارو نکردی طلاقت میدهم، فلان کارو کردی طلاقت میدهم. این همیشه ذکر کردن و نام گرفتن همین کلمه طلاق. البته برای یک مرد مسلمان جایز است که این گونه با همسرش معامله بکند، زیرا این نشانه اخلاق نیکو نیست، نشانه اخلاق حمیدن است، بلکه از نشانه اخلاق خوب و اخلاق نیکو امین است که انسان با همسرش باید که معاشرت خوب داشته باشد، زندگی خوب باید که داشته باشد و سبب نشود که سخن بگد که سبب آزارشدن زن بشود، که زنها از این کلمه آزار می‌یابند. از این خاطر جایز نیست برای یک زن، زیرا امر الله عز و جل برای مردها در رابطه با زنهاشان چی است؟ این است که شما با همسرهاتون با اخلاق نیکو و اخلاق خوب معاشرت بکنید. الله عز و جل امر میکرد به تو ای موحد و ای کسی که خود را مسلمان میگیری و تسلیم شدی هستی به کتاب الله عز و جل و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، الله امر میکند و عاشروهن بالمعروف، با همسرهاتون معاشرت اخلاق خوب و با اخلاق نیکو شما با همسراتون زندگی بکنید و با اونها معاشرت بکنید. این امر الله عز و جل و امر دولت بر وجوبیت میکند. وقتی که همیشه این سخن گفتی و همیشه با این تهدید زندگی کردی و همیشه همسرت رو تهدید کردی، کجا دولت بر داشتن اخلاق نیکو برای تو میکند؟ بلکه نشانه بد اخلاقی است. ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خیارکم خیارکم لاهلی و انا خیارکم لاهلی، بهترین شما همون بهترین تون با همسرهاتون هستید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هیچ وقت بیان نکردن معیار اخلاق را با داشتن اخلاق نیکو با رفیقت، با دوستت، با همسایت، با کسی دیگر نه. شاید یک نفر با همسایه‌اش، با رفیقش، با دوستی خودش اخلاق نیکو و اخلاق خوب داشته باشد، دلش نشود که او را برنجاند، او را یعنی که یکم حرفایی بگه، یکم سخنی بگه، خودش را کنترل میکند. اما همسر چیزی دیگر است که تو با همسرت آزاد هستی و همیشه با او هستی. پس معیار اخلاق در معاملت با همسرت است. اگر با همسرت خوب باشی با هم خوب میشه، با هم اخلاقت خوب میشه. و اما اگر که با همسرت خوب نباشی، اگر با هم اگر خوب باشی و اخلاقت هم با دیگران خوب باشد، پس این نشانه داشتن اخلاق نیکویی را نمیکند. و روز قیامت در حدیث ذکر می شود که نزدیکترین شما در روز قیامت به من از لحاظ مجلس و نشستن، این همون بهترین شما از لحاظ اخلاق است. کسی که اخلاق خوب دارد به مانند کسی هست که روزه گرفته است و شب را قایم کرده است به قیام اللیل. این قدر درجه و حسنات دارد و سنگین ترین چیز در روز قیامت این اخلاق نیکو است. و همچنین الله عز و جل می‌فرماید که اگر در همین زنهای شما چیزی هست که شما را ناپسند می‌داند و این تکرهوا شیئا فیجعل الله فی خیر کثیر، الله عز و جل در این خیر کثیر را الله عز و جل قرار داده است. و بعضی وقتا میگه که چیزهایی است که در مرد زن او را دوست ندارد و چیزهایی است که در زن مرد او را دوست ندارد، ولیکن بازم الله عز و جل خیر زیاد گذاشتگی است که اون با کارهای ترستگی میکند و تر دوست می‌دارد و فرزند و مادر هم فرزندهای تو است و با کارهای ترستگی میکند و دیگر خیرهای زیادی هست که یعنی که تو از او میبینی. اما وقتی که بنابر یک مشکلی یا یک خطایی که از اونها صورت میگیرد و تمام دیگر خوبی های اونها را یک طرف بزنی، از اخلاق خوب نیست. این از اخلاق خوب نیست و این از انصاف نیست و این از عدل نیست. از این خاطر دستوری الله عز و جل و راهنمودهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مردها این است که شما با همسراتون معامله خوب داشته باشید و با اخلاق نیکو به اونها برخورد بکنید و باید که تحمل بکنید و صبر بکنید در برابر اذیت و آزاری که از اونها شما میبینید و اصلاح بکنید، زیرا در اصلاح و در صلح کردن و اصلاح کردن این خیر است. بارک الله فیکم.